کوروش کبیر پادشاه بنیانگذار هخامنشی در پاسارگاد به دنیا آمد. از کودکی نشان داد که شخصیت خاصی داره. کنار پدرش کمبوجیه که پادشاه انشان بود، هنرهای جنگی و دیپلماسی رو آموخت و در کنار آن فهمید که برای اداره یک امپراتوری تنها قدرت نظامی کافی نیست، بلکه باید دلها رو هم فتح کرد. وقتی که جوان شد، نخستین نبرد بزرگ خودش را با مادها حکمرانان شمال ایران آغاز کرد. ایستاکشاه ماد قصد داشت کوروش را از میان بردارد، اما کوروش با تاکتیک‌های هوشمندانه و همکاری با قبایل مختلف در نبرد پاسارگاد پیروز شد و مادها را شکست داد. این پیروزی به او امکان داد تا قلمرو خودش را گسترش بده. پس از فتح مادها، کوروش به سمت غرب حرکت کرد و با پادشاه لیدی روبرو شد. لیدی با ثروت فراوان و ارتش قدرتمند خود یکی از بزرگترین دشمنان کوروش بود، اما کوروش با استراتژی ناب خودش و استفاده از تاکتیک‌های روانی که زوس را شکست داد و لیدی را تحت سلطه خود درآورد. بزرگترین چالش کوروش تو فتح بابل بود. بابل یکی از مستحکم‌ترین شهرهای زمان خودش بود، اما کوروش با استفاده از یک استراتژی بی‌سابقه رودخانه فرات رو تغییر مسیر داد و به طور غافلگیرانه وارد بابل شد. با این پیروزی بابل به بخشی از امپراتوری عظیم کوروش تبدیل شد. کوروش با حکمرانی خردمندانه خودش علاوه بر گسترش قلمرو به حقوق بشر و آزادی‌های فردی احترام گذاشت و منشور حقوق بشر خودش را نوشت که به عنوان اولین سند حقوق بشر در تاریخ شناخته بشه. او تا پایان عمرش در سال 530 پیش از میلاد در نبردش علیه ماکدساها جان خودش را از دست داد، اما نامش برای همیشه در تاریخ باقی ماند. کوروش نه تنها یک فاتح بزرگ بلکه یک رهبر حکیم بود که امپراتوری عظیم بنا کرد و الگویی از عدالت، احترام به آزادی ارائه داد. بیاییم ما هم مثل کوروش کبیر شجاع باشیم و آن را الگوی خودمان قرار بدهیم.